صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. ای قدوس یکتا، ای قادر مطلق و ای خدای محبت، با سپاس و ستایش به درگاه پرجلال و با شکوهت آمده و تو را به خاطر خداییت و به خاطر هستی و ذات اقدست ستایش می کنیم و می پرستیم و تمنا می کنیم که در این ساعت وجود ما را از هر نوع پریشانی خاطر و نگرانی های دنیوی فارغ بگردان و ما را یاری بده تا تمام وجود خود را تسلیم تو و افکارمان را متمرکز بر تو و جلالت بنماییم تا در آرامش و تسلی و جلال حضورت احیا شویم. خدایا، تو را شکر می‌کنیم که خیشتن را در عیسی مسیح بر ما آشکار ساختی و توسط او به ما نشان دادی که حیات و ابدیت را به طالبانت بخشیده و هر کسی که بخواهد می‌تواند از فیوزات درگاهت بهره مند شود. ای پدر آسمانی، تمنا می‌کنیم که به ما بصیرت روحانی عنایت فرما، چشمان ما را بگشا تا عالم معنویت را ببینیم و با تسلیم شدن به کلامت در آن زندگی کنیم. بگذار ای خدا اکنون که کلامت را می‌خوانیم صدای سماوی تو را بشنویم و به جان پذیرا باشیم. این دعا را به نام شفیع و نجات دهنده بشریت و مظهر و مکاشفه قدوسیت یعنی عیسی مسیح زنده می‌طلبیم. آمین. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح، اقتباس از انجیل مقدس به قلم حضرت لوقا، برنامه‌ای از صدای انجیل. عاشقان حق و راهیان حیات و راستی، درود بر شما. امیدوارم که در پرتو نور مسیحا که مظهر خدا و مکاشفه حق می باشد قرار گرفته و قلب و روحتان همیشه از نور و منور و گرم باشد و در راه خدمت به مردم و خدا زندگی کنید. در برنامه این ساعت توجه خود را معطوف به زندگی و تعلیمات مولا و نجات دهنده زنده بشریت عیسی مسیح نموده و از انجیل مقدس آیات شریف را براتون میخونم و سپس با توضیح مختصری در مورد معنی آیات شما را در درک معنی و مفهوم آن یاری میدهم. باشد که در این ساعت توجه خود را تماماً معطوف به خدای مهربان و عالم معنویت نموده و با ایمان طالب شنیدن ندای حق در قلب و وجود خود باشید، زیرا خداوند خدای مهربان، پدر آسمانی و خدای محبت است و او می‌خواهد که امروز با من و شما صحبت کند. او برای فرد شما ارزش خاصی قائل است. اتفاقاً انجیل مقدس می‌فرماید زیرا خدا جهانیان را اینقدر محبت نمود که عیسی مسیح را فرستاد تا هر کس که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه
حیات جاودانی یابد. یعنی علت آمدن عیسی مسیح به این جهان محبت خدا بوده است، محبت او برای همه عالمیان. زیرا خدا لطف و رحمت او هرگز در زمان محدود نمی باشند و امروز نیز من و شما قادریم از فیض و رحمت او بهره مند شویم. در ادامه مطالعه کلام خدا توجه خود را معطوف به فصل 7 از انجیل مقدس لوقا مبذول داشته و از آیه 18 دنباله اعمال و تعلیمات عیسی مسیح را مورد مطالعه قرار می‌دهیم. در 17 آیه اول این فصل ابتدا با شفای یک غلام و سپس با قدرت عظیم عیسی مسیح یعنی زنده کردن تنها پسر بیوه‌زنی در شهر نائین روبرو می‌شویم. کلام خدا میگوید دل عیسی مسیح بر افسردگی و ماتم و فقر آن بیوه‌زن بسوخت. نسبت به او شفقت نموده و با کلام زنده‌اش پسر مرده را حیات تازه میبخشد و حیات در جسم بیجان آن پسر پدیدار میگردد. مردمی که برای خاک کردن آن آمده بودند اکنون با چشمان خود میبینند که عیسی مسیح با کلامی پسر مرده ای را زنده میکند و او را سالم و زنده به مادرش تحویل میدهد. هیچ کسی در قدرت حیات عطا کردن عیسی مسیح دیگر شک نداشت. و امروزه دوستان عزیز، نه فقط مسیحیت و انجیل مقدس به ما تعلیم میدهد که مسیح مردگان را زنده میکرد، بلکه حتی مذاهب دیگر نیز دم و نفس مسیحا را نفس حیات بخش دانسته و شهادت میدهند که عیسی مسیح یگانه کسی بود که با کلامش قادر بود مردگان را زنده کند و همه ما میدانیم که جز خدا هیچ کسی این قدرت را ندارد و خدای تعالی این قدرت را فقط و فقط به عیسی مسیح عطا کرد و بدین وسیله عملاً ثابت نمود که او یگانه نجات دهنده است. زیرا نجات به معنی رهایی از گناه می باشه و گناه در عالم معنویت یعنی جدایی از خدا و جدایی از خدا یعنی مرگ ابدی و مرگ روحانی. همونطور که مرگ جسمانی ما را از دنیا و هستی و زندگی و دوستان برای همیشه جدا ساخته و می سازد، به همان نحو نیز کتاب مقدس می گوید مرگ روحانی ما را برای همیشه از خدا جدا کرده و می کند. کتاب مقدس می گوید اما خدا آنقدر ما را محبت کرده که عیسی مسیح را به این جهان فرستاده. چرا؟ می گوید تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. یعنی عیسی مسیح آمد تا به ما حیات ببخشد، آن هم حیات جاودانی، تا زندگی بده و جدایی بین ما و خدا را از بین ببره، یعنی ما را احیا کنه، زنده کنه و دوباره به ملکوت خدا بیاورد. و چون این زنده شدن یعنی زنده شدن روحانی دیدنی نیست، برای اثبات این که مسیح میتواند به ما این حیات را عطا کند، خداوند به او قدرت بخشیدن زندگی، آن هم زندگی جسمانی نیز عطا کرد تا عملا دوستان عزیز به من و شما ثابت کند که او میتواند نجات دهنده ما باشد و او قدرت دارد که به ما حیات جاوید بدهد و در او من و شما می توانیم صاحب حیات جاودان شویم و خوشا به حال کسانی که به او ایمان بیاورند و مطیع او باشند و از او پیروی کنند، زیرا با خدا خواهند بود و برای همیشه برای خدا خواهند زیست. همانطور که مسیح امروز در حضور خداوند است، به همان نحو نیز اگر ما از او پیروی کنیم با او خواهیم بود، یعنی در حضور پرجلال خدا خواهیم رفت. خوشا به حال شما اگر طالب حیات هستید و در این امور تفکر کنید و حقیقت را بپذیرید. در آیه 17 حضرت لوقا می‌فرماید و این خبر یعنی زنده کردن پسر مرده‌ای در تمام یهودیه و جمیع نواحی مجاوران شهرت یافت. خبر این معجزه عجیب یعنی زنده کردن یک مرده چون آتشی بود که در تمام منطقه پخش شد، شعله‌ور شد. اما لوقا مخصوصاً یهودیه را ذکر میکنه. چرا؟ زیرا میخواهد خواننده مطلع شود که یحیای نبی که در آن موقع در نزدیک یهودیه محبوس بوده
این خبر را نیز شنید و برای همین بود که پس از این معجزه‌ای که مسیح کرد، یحیی شاگردانش را نزد عیسی مسیح میفرستد تا از او سوالهایی کند. گوش کنید به آیات شریف. از آیه 18 خدمتتون میخونم. میفرماید: و شاگردان یحیی او را از جمیع این وقایع مطلع ساختند. یعنی شاگردان یحیی به یحیی پیغمبر خبر دادند که مسیح مرده ها را زنده می کند. آنگاه یحیی 2 نفر از شاگردان خود را طلبیده نزد عیسی فرستاده عرض نمود که آیا تو آن آینده هستی یا منتظر دیگری باشیم؟ آن 2 نفر نزد عیسی آمده گفتند: یحیی تعمید دهنده ما را نزد تو فرستاده میگوید آیا تو آن آینده هستی یا منتظر دیگری باشیم؟ در اینجا ممکن است برای بعضی‌ها این آیات یک معنی دیگری به غیر از آنچه که هست داشته باشه. برای همین از شما توجه میکنم که به این آیات توجه خاصی مبذول بدارید. یحیی پیامبر که به یحیی تعمید دهنده نیز مسما می باشد و هنوز پیروانی در ایران به نام سائبین دارد، در زندان به سر می برد. چرا؟ چون او هردیوس پادشاه را برای گرفتن زن برادرش توبیخ و ملامت کرده بود و به خاطر همین امر بود که سرانجام در زندان شهید می شود. زندانی که یحیی در آن قرار داشت در قلعه‌ای به نام ماکاریوس بود که در 6 کیلومتری شرق دریای مرده یا بحرالمیت واقع شده بود. محلی که از تمدن بسیار دور و ویران بود. از آیات چنین برمی آید که شاگردان یحیی حق ملاقات را با او داشتند و همین شاگردان او بودند که درباره معجزه عیسی مسیح به یحیی گزارش میدهند. وقتی که یحیی گزارش زنده شدن این پسر مرده رو میشنود و این شاگردان در مورد معجزات دیگر مسیح به او اطلاع میدهند، 2 شاگرد رو نزد عیسی مسیح میفرسته و میگوید بروید از عیسی بپرسید که آیا تو آن آینده هستی یا منتظر دیگری باشیم. راستی مقصود یحیی از این جملات چه بود؟ و چرا یحیی اشخاص را به نزد عیسی مسیح میفرسته و از او میخواد بپرسی که آیا تو آن آینده یا همان مسیح موعود هستی یا نه؟ در حالی که خود یحیی بود که ابتدا عیسی را به مردم معرفی کرد. خود یحیی بود که در ابتدا شهادت داد و گفت که این مسیح موعوده. خود یحیی گزارش داد که او پسر خدا یکتا می باشد. پس حالا چی شده؟ چرا یحیی این سوال را میکنه؟ مقصود یحیی چیه؟ آیا ایمان یحیی به خاطر مشکلات که در زندان بود متزلزل شده بود؟ و آیا زحماتی که دیده بود وی را به شک و تردید انداخته بود؟ واقعیت اینه که نمیتوان پذیرفت که شخص دلیر و ثابت قدمی مثل یحیی که در مقابل هر نوع سختی ها مقاومت کرده بود و استقامت نشان داده بود به او بگوییم که حالا به خاطر این مشکلات ایمانش متزلزل شده. دور از انصاف می باشه. راستی پس چرا یحیی شاگردان خود را پیش عیسی فرستاد؟ آیا او منتظر پیامبر دیگری هم بود به غیر از عیسی؟ بعضی عقیده دارند که یحیی برای اینکه شاگردانش را تشویق از پیروی کردن از عیسی مسیح بکند و آنها را از حقانیت مسیح موعود بودنش آگاه سازد، یعنی شاگردان را به شاگردان ثابت کنه که مسیح همون مسیح موعوده، برای همین بود که شاگردان خود را میفرسته تا هر نوع شک و تردیدی رو که نسبت به مسیح دارند خود عیسی مسیح آن را برطرف کند. چرا؟ چون هنوز داشتن این مردم از یحیی پیروی میکردند، در صورتی که خود یحیی گفته بود که از عیسی پیروی کنند. و همچنین نظر به این که شاگردان یحیی و چه بسا خود یحیی انتظار داشتند که مسیح شریران را داوری کند و کاه را با آتش بسوزاند، وقتی دیدن که مسیح هردیوس پادشاه را لعنت نکرده و یا تنبیه ننموده و یا طلب مرگ او را از خدا ننموده است و کاری هم برای رهایی یحیی از زندان ننموده و خود را نیز علنا مسیح موعود تا این لحظه نخوانده است، کم کم به این فکر افتادن که ممکن است اشتباه کرده باشند و یا از یحیی اشتباه شنیده باشند. یعنی در آنها شک به وجود آمده بود. پس برای رفع شک و تردید شاگردانش را میفرسته
رسولانش را میفرسته تا علنا رک و پوسکنده جواب را از خود عیسی مسیح بشنوند که آیا او واقعا مسیح موعود است یا نه. دوستان عزیز، جواب مسیح بسیار بسیار مهمه. لطفاً به جواب یا عکس العمل عیسی مسیح درباره این سوالی که یحیی میکند توجه فرمایید. از آیه 21 خدمتتون میخونم. میفرماید در همان ساعت، یعنی وقتی که این دو رسول به حضور مسیح میرسند، بسیاری را مسیح از مرضها و بلایا و ارواح پلید شفا داد و کوران بسیاری را بینایی بخشید. یعنی وقتی که این مردان یا فرستادگان یحیی یا شاگردان یحیی نزد عیسی میرسند، عیسی مسیح در حال معجزه کردن بود، در حال شفا بخشیدن مریضان بود، بلاهای مردم را از آنها دور میکرد، دیوانگان را عاقل و سالم مینمود و کوران را بینا مینمود. در واقع با این عمل عیسی مسیح داره به سؤال یحیی و فرستادگانش پاسخ میدهد. او نمیخواهد زباناً بلکه عملاً جواب سؤال رو داره میده. پس از اینکه در برابر چشمان آنان مسیح این معجزات را میکنه، رو به آنها میکنه و چنین میگوید. از آیه 22 میخونم. عیسی در جواب ایشان گفت بروید و یحیی را از آنچه دیده و آنچه شنیده اید خبر بدهید. دقت کنید. بروید و یحیی را از آنچه دیده و شنیده اید خبر دهید که کوران بینا و لنگان خرامان و ابراسان طاهر و کران شنوا و مردگان زنده می شوند و به فقرا بشارت داده می شود و خوشا به حال کسی که در من لغزش نخورد. دقت کنید جواب عیسی مسیح چیه؟ مسیح به فرستادگان یحیی میگوید، به رسولان یحیی میگوید، به شاگرداش میگوید که بروید و به یحیی آنچه را که خودتون با چشمانتون دیده اید گزارش بدهید که چطور امروز و در این ساعت مردم قدرت خدا را ملاحظه میکنن و یا تجربه میکنن. و سپس میفرماید به او بگویید که، دقت کنید، به فقرا بشارت داده میشود. علمای دینی یهود هیچ اعتنایی به فقرا نمیکردند، اما عیسی مسیح برعکس آنها خوشوقت میشد که مژده نجات را به فقرا برساند و اطلاع بدهد و در حقیقت او با بیان این جمله توجه شنوندگان و خود یحیی را به پیشگویی که حضرت اشعیا در مورد او کرده بود اشاره میکند و انگار دارد به آنها میگوید که به یاد بیاورید که چگونه اشعیای نبی فرموده است که مسیح موعود چشمان کوران را باز می کند و شلان را به راه می اندازد و کران را شنوا می گرداند و می فرماید من همه این کارها را دارم می کنم. پس آیا مسیح موعود بودن من بر حق نیست؟ و سپس می فرماید خوشا به حال کسی که در من لغزش نخورد. به عبارت دیگر خودتون ببینید اعمالی که دارم میدهم، انجام میدهم، خود این اعمال ثابت میکند که من مسیح موعود هستم. اگر من فقط زباناً بگم اون مهم نیست. دوستان، مردم خیلی زباناً ادعاها میکنن ولی عملاً هیچ. مسیح میگوید به اعمال من توجه کنید. ببینید آیا اعمالی که میکنم مطابق پیشگویی نیست که اشعیای نبی فرموده است؟ مطابق آن چیزهایی نیست که خداوند در مورد موعود بودن من گفته است؟ خوشا به حال کسی که در من لغزش نخورد. راستی چه چیزی در عیسی مسیح بود که سبب لغزش میشد؟ در جواب باید گفت که بعضی‌ها به سبب ادعای عیسی مسیح مبنی بر اینکه فرزند خدا هست و بعضی‌ها به خاطر تعلیمات عالی و روحانی او و همچنین بعضی‌ها به سبب صلیب او لغزش خورده و میخورن. و احتمال میرود که لغزش خوردن یحیی به خاطر این بوده که عیسی مسیح شریران را داوری و تنبیه نکرد، زیرا خود یحیی پیشگویی کرد که مسیح شریران را داوری می کند. عیسی مسیح همه این چیزها را می دانست و آنانی را که با وجود مشکلات در ایمان ثابت قدم مانده و لغزش نمی خورن را متبارک خوانده، بدیشان خوشا به حالها می گفت. و این جملات مخصوصاً برای تشویق و تقویت ایمان یحیی که در زندان بود و انتظار مرگ را می‌کشید فرمود. خوشا به حال تو ای یحیی، یا خوشا به حال شما ای کسانی که در ایمان خود لغزش نمی‌خورید. و دوستان عزیز، این جملات مسیح نیز امروز باید باعث تشویق و بنای ایمانمان نسبت به او بشود.
عیسی مسیح فرمود که به خاطر ایمان به من شما را تازیانه خواهند زد، شما را به زندان خواهند انداخت و حتی شما را شهید خواهند کرد. اما خوشا به حال شما اگر تا به آخر مقاومت کنید. خوشا به حال شما اگر در ایمان خود لغزش نخورید، چون شما فرزندان خدا خواهید بود و در ملکوت سماوی همراه او تا ابدالآباد زندگی خواهید کرد. به دنبال آیات توجه فرمایید. از آیه 24 براتون میخونم. میفرماید و چون فرستادگان یحیی از نزد او، یعنی از نزد عیسی رفتند، عیسی درباره یحیی بدان جماعت آغاز سخن نهاد که برای چه به صحرا بیرون رفته بودید؟ آیا نی را که از باد جنبش میخورد؟ یا به جهت دیدن چه چیز به صحرا رفتید؟ آیا کسی را که به لباس نرم ملبس باشد؟ اینک آنانی که لباس فاخر میپوشند و عیاشی میکنند در قصرهای سلاطین هستند. پس برای دیدن چه رفته بودید؟ آیا نبی را؟ بله، به شما میگویم کسی را که از نبی هم بزرگتر است. زیرا این است آنکه درباره وی مکتوب است که اینک من رسول خود را پیش روی تو میفرستم تا راه را پیش روی تو مهیا سازد. زیرا که شما را میگویم از اولاد زنان نبی بزرگتر از یحیای تعمید دهنده نیست، لیکن آنکه در ملکوت خدا کوچکتر است از وی بزرگتر می باشد. و چون تمام قوم و باجگیران این را شنیدند، خدا را تمجید کردند، زیرا که از یحیی تعمید یافته بودند. در این آیات می بینیم که عیسی مسیح درباره مقام عالی یحیی سخن می راند. پس از اینکه فرستادگان یحیی از نزد عیسی بیرون می روند یا جواب سوال را برای یحیی میبرند تا به یحیی بگن که عیسی مسیح در مورد سوالش چی گفته، عیسی مسیح برای اینکه جماعت مردم را از سوال یحیی بدگمانی نکنند و درباره خود او تردیدی پیدا ننمایند، علنا شروع به شهادت دادن به مقام و بزرگی یحیی تعمید دهنده میکنه و میگوید وقتی مردم در بیابان به نزد یحیی میرفتند، نظرشون درباره او چه بود؟ او را چه شخصی میافتند؟ آیا اون چون یک نی بود که از هر باد مخالفی به لرزه در می آمد؟ یا اگر کسی او را تهدید می کرد می ترسید و برای همین در صحرا بود؟ و آیا در برابر ظلم و ستم سکوت می کرد؟ مسلماً که نه. زیرا او حتی در برابر گناه پادشاه سکوت نکرد و به خاطر همین امر به زندان رفت و شهید شد. مسیح می‌فرماید یحیی کسی نبود که مثل کاهی در برابر هر مخالفتی سکوت کنه، بلکه همانند درخت تنیومندی بود که از وزش سخت‌ترین مخالفت‌ها هم به لرزه در نمی آمد. او از هیچ چیز نمی ترسید و هیچ چیز نمی توانست او را متزلزل سازد. به عبارت دیگر ایمان یحیی بسیار قوی بود. در آیه 25 عیسی مسیح در ادامه شهادت به بزرگی یحیی رو به حضار کرده و از حضار میپرسد وقتی مردم برای دیدن یحیی به بیابان میرفتند آیا او را به لباس فاخر ملبس میافتند؟ که البته که نه. زیرا لباس یحیی از پشم شتر و خوراکش ملخ و عسل بیابانی بود. یعنی یحیی هرگز سعی نکرد تا جلب رضایت حکام و زمامداران امور را بنماید. او کسی نبود که از سختی و مشکلات بهراسد. مسیح میگوید یحیی فقط یک نبی معمولی نبود. میگوید که او بالاتر از یک نبی معمولی بود، زیرا یحیی علاوه بر نبی بودن سمت دیگری هم داشت. او پیشرو و پیش قدم مسیح موعود، مسیح خداوند بود. این یحیی بود که عیسی را تعمید داده و او را به اسرائیل معرفی نمود و به علاوه تعلیمات او از هر نبی دیگری به تعلیمات عیسی مسیح نزدیکتر و مشابه بود. در آیه 27 می‌فرماید گذشته از اینها یحیی همان رسولی است که حضرت ملاکی 450 سال پیش درباره ظهورش پیشگویی کرده. او الیاس بود که باید مراجعت کند. مقصود از پیش روی تو همان پیش روی مسیح است که خدا مسیح را در آن آیات مخاطب کرده و میگوید یحیی پیش روی تو می باشد. در آیه 28 مسیح می‌فرماید هیچ کس بزرگتر از یحیی نیست. معمولا دوستان یحیی در زمره بزرگترین مردان عالم به شمار نمی آید از نظر انسانی. محض عیسی میگوید که هیچ کس بزرگتر از او به وجود نیامده است. البته خود عیسی از این امر مستثنا می باشد، زیرا وی از آسمان بود و نه از زمین. حالا مقصود
از کلمه کوچکترین در آیه 28 اینه که کسی که شاگرد مسیح است امتیازاتش به مراتب بیشتر از یحیی می باشد. چرا؟ زیرا یحیی در عصر عهد عتیق یا در عهد اول یا عهدی که بر شریعت الهی بنا بود میزیسته، جزو عهد عتیق محسوب میشه. اما شاگردان مسیح زیر شریعت نبودن، بلکه زیر فیض میباشن یا عهد جدید. انبیا و یحیی غلامان یهوه خدا یکتا محسوب میشدن، اما همه کسانی که به وسیله ایمان به عیسی مسیح وارد عهد جدید خدا شده اند، یعنی عهدی که اساس آن بر فیض و محبت و نه بر شریعت قرار دارد، فرزندان خدا لقب یافتند. یعنی امروز نیز اگر من و شما با ایمان به عیسی مسیح تسلیم پاکی و قدوسیت او شویم و از او پیروی کنیم، خداوند ما را به عنوان فرزندان خود میپذیرد. مقصود کلمه روحانی است. وقتی عیسی مسیح این جملات را بیان نمود و مقام شامخ یحیی را آشکار کرد، مردم عادی و فقیر و باجگیران یا گناهکاران که از نظر رؤسای دینی انسان‌های پست محسوب می‌شدند، در قلب خود احساس شادی و شعف نمودند و خدا را شکر کردند. چرا؟ چون افراد عادی و این گناهکاران و یا تو سرخورهای اجتماع در برابر دعوت و تعلیمات یحیی عکس العمل مثبت نشان دادند و نسبت به گناهان خود ابراز ندامت و شرمندگی کرده نزد یحیی رفته بودند و از او غسل تعمید گرفته بودند و با این کار به مردم اعلام می‌کردند که بله، ما گناهکار هستیم، اما حالا توبه کردیم و می‌خوایم پاک و مقدس باشیم. آنان دانستند که عملشون مقبول پسند خداوند بوده. ولی در آیه 30 می‌فرماید رؤسای دینی اگرچه قبول کرده بودند یحیی نبی خداست، اما حاضر نشدند به گناهان خود اعتراف کنند و توبه نمایند، زیرا بسیار مغرور بودند و نمی‌خواستند مردم بفهمند یا به مردم بگویند که گناهکار هستند. پس دعوت خدا را که توسط یحیی اعلام شده بود به خاطر غرور و پستی و خودپرستی خودشون رد کردند. به عبارت دیگر دوستان، آنها مقام دنیوی را حفظ نمودند، اما مقام آسمانی را رها کردند. راستی دوستان عزیز، شما چه مقامی را شما میپذیرید؟ مقام روحانی را و یا مقام دنیوی را؟ من برادر شما کشیش سید رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به خدا یکتا میسپارم و امیدوارم با ایمان تسلیم کلمه خدا شده و از او پیروی کنید. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.